خوش اومدید به بازی پرتغال و آرژانتین. بچه‌ها بریم بازی پرتغال و آرژانتین رو در فیفا موبایل ببینیم. این تیم پرتغال و اینم تیم آرژانتین. بریم بچه‌ها استارت کنیم. بچه اگه لایک های این ویدیو به 10 تا برسه بازی پرتغال و برزیل هم بچه ها میذاریم، پس لایک ها رو بکوبید حمایت زیاد باشه. بازی پرتغال و برزیل هم میذاریم. کریستیانو رونالدو، برونو فرناندز، ایش رونالدو، وایش برس، ای کورنر رو گرفت. کورنر رو نگاه. مسی، برونو فرناندز، وایش و حالا 1-0 به نفع پرتغال. فرناندو سیلوا، رونالدو، نزدیک بود. فرناندو سیلوا، رونالدو، گل دوم. حالا 2-0 به نفع پرتغال. برونو فرناندز، برای پرتغال. پپه، کریستیانو رونالدو، فرناندو سیلوا. چرا شده چپ میده؟
روبن دیاز، برناردو سیلوا، کریستیانو رونالدو. میزه بده تو کورنر دیگه. رونالدو گل سوم. دبه حالا 3-0 به نفع تیم پرتغال. خب بریم واسه نیمه دوم بازی. فعلا بازی 3-0. برونو فرناندز، مسی، آلوارز. چه بسنت کرد ولی نقدش رسید. رونالدو سیلوا. رونالدو چرا انرژی نداره؟ بذار با رونالدو هتریک بکنم بعدش دیگه بلش کنم. الان میتونم با رونالدو هتریک بکنم. The attendance for this match was 71,898. بابا افساید کجا بود؟ بابا برس چرا یهویی ول شد؟ سریع شروع کن بابا. 2 ساعت علافه اینه. واش یه پاسم دادش به مسی. فکر کنم تک به تک میشد ولی پاسو نتونست بده که. پپه الان فقط پپه انرژی داره. همه بدون انرژی هم. الان پپه هم انرژیش تموم شد. تموم شد 3-0. خب بچه ها دوباره بریم سراغ بازی آرژانتین و پرتغال. فقط نفع تیم عوض من با آرژانتینم. حریف من پرتغال.
راستی بچه تو کامنت ها بگید که فن مسی هستید یا رونالدو. من خودم رونالدو فنم. راست چون بخوایم حالا شما مسی فن یا رونالدو فن تو کامنت ها بگید بچه ها. یه لحظه بریم بچه ها. خب نه حالا من با تیم آرژانتین بازی بکنم. بچه راستی بازی هم اینطوریه که با هر تیمی که گل بیشتری زدم اون برنده است. مثلا اگه الان با آرژانتین 4 تا گل بزنم گل بیشتری بزنم یعنی آرژانتین برنده میشه، نه که هر کدوم برده، چون من الان حریفم باته دیگه معلومه من میبرم. برای همین با هر تیمی که بیشتر گل زدم برنده است. اوه نزدیک بوده. مسی وای گل اول 1-0. ایده تو خوشحالی امباپه کنی. خوشحالی امباپه مسی. فکرم بازی 1-0 بچه راستی من سریع هم بکنم گل بزنم. فکر نکنین چون که رونالدو فنم با آرژانتین گل نمیزنم آرژانتین ببازه. من با هر دو تیم سعی میکنم که گل بزنم. واش 3 تا دفاع پشت سر هم کردی. آفه چه خبره؟ بسه میخوام ببینم چجوری دروازه‌بان رو میارن جلو. نمیشه. رفت بیرون. خواستم ببینم میشه از کورنر گل زد یا نه. برو جلو برو. آها لیونل مسی. وای شیت قشنگ لب گل زدن بودم. بزن شوتو دوباره کورنر. وای شیت این نفر دیگه سانت میکنم دیگه. گل زدن که فکر کنم نشد دیگه.
باش نزدیک بود گل بزنه ما. بابا خطا. تمام. اول 1-0 تموم شد. بریم نیمه دوم. هی وای بابا چرا شوتا واقعا همش کج میره. من خودم کج بزنم اونا نمیدونم. البته الان زیاد ای فوتبال باز نکردم دستم گرم بشه. با 51 دقیقه است یه ذره گل بزن. حالا همه آرژانتینی مسی فنافوشمو میدن. وای بابا خیلی داری کج میره شوتا. بابا برس دیگه. بابا نمیشه گل زد. The attendance for this match was 70,987. وای بابا تک به تک چی جوری گرفتی؟ بابا شیت. بابا رسانت بکنیم. رسانت نکرد. شوت گلو. با هیچ. آیش. وای نخورم. نزدیک بود رونالدو به این گل بزنه ها. نمیخوام بابا رونالدو. وای گل 3-3. بچه اگه دوتاشون 3-3 بشن مساوی باشن گلاشون مساوی باشه آها یه بازی جدا هم میریم. ولی باید گل بزنم حداقل 3-3 مساوی تموم نشه. مسی رفت واسمونه. البته نه مساوی شد یعنی هم مسی خوبه هم رونالدو دیگه. البته همینطورش هم هر دوتاشون خوبن دیگه. ولی بعضی خیلی جدی گرفتن همش دعوا کردن میگن تو فن مسی دیش فقط رونالدو. خیلی بعضی جدی میگیرن. دوتا اسطوره‌ان دیگه حالا فرقی ندارن. فقط یکی میگه من دوست دارم این بازیش بهتره من این فنم من رونالدو فنم. واش نزدیک بود. گل باز خوشحالی امباپه ولی میخوام یه دبل کرد گلش هم خوشحالی امباپه رو انجام داد. نه امباپه بچه 6 added minutes has been indicated. دین بچه راستی هر گلی که بخورم هم اون گلی که زدم حذف میشه.
شد ببانه مسی مثلا انرژی نداره به تو نمیرسه. تموم. خب بچه ها مثل اینکه پرتغال بازی قبلی من 3 تا گل زدن و آرژانتین 3 گل 4 گل و آرژانتین بردش. بچه ها خداحافظ.